مشکل مردم ما است که حساب مهمات است، بسیار زخمی دادن، شهید دادن. بخاطر مونده که چند جنگی که در افغانستان شد بسیار مهمات دست تیت پرک مانده. دیگه من به این خاطر کار میکنم که مردم ما را نجات بدیم تا که مردم ما بتونن یک زندگی بهتر، خوبتر، راحت‌تر زندگی کنند دسات. به این خاطر ما می کار میکنیم، این خاطر به خود قبول کردیم، صحیح هر جایی که مهمات است با کار میکنیم سرش که ملت ما آرام شود در آینده. دیگه من 24 سال که کار کردم، اولی یک حادثه بود که در سروبی من دیدم که یک بچه که دخترای بچه کوچیل زد که دستکایش اوگار کرد. بسیار من جگرخون شدم، بسیار پریشان، چون که بیچاره دیگه نمیشناخت، اگه میشناخت کار نمیکرد. خیلی من جگرخون شدم که چون وظیفه ما یک وظیفه خطرناک است و همچنان مقدس است. ما شما که آیت قرآن است که شما یک نفر نجات میتین، بفهمید که تمام دنیا را شما نجات دادید. این من خودتان میفهمید که از کشورهای مختلف تولید میشه. ما از کشورها میخوایم دیگه اینمی کار خود توقف بدن، به خاطر که بسیار ملت تمام در افغانستان و تمام کشورهایی که جنگ است بسیار مردم غیر نظامی کشته میشه. باید فابریکا کار خود توقف بدن که دیگه ماین به وجود نمیاد، مردم به صلح زندگی کنند.